I saw her face. 20 و چند سال پیش فیلم ترسناک رینگ رازی رو در خودش پنهون کرد که سال 2025 در یکی از سریال ها خودشون نشون داد. و عجیبتر این که یک سر این داستان برمیگرده به حدود یک قرن پیش در مطب کارل گوستاو یونگ. یک صحنه تو فیلم رینگ هست که اگه حذفش کنی هیچ اتفاقی نمیفته. داستان همونطوری که هست میمونه. شخصیت ها همون شخصیت ها، پایان هم همون پایان. این چند ثانیه برای پیش بردن قصه لازم نیست، اما سازنده فیلم اونقدر روی همین چند ثانیه وقت گذاشته که 8 اسب جداگانه رو هر کدوم برای یک حرکت مشخص تمرین بده. چرا باید اینقدر روی یک صحنه اضافه سرمایه گذاری کرد؟ شاید چون این صحنه قرار نبود داستان رو جلو ببره. قرار بود چیز دیگری رو نشونمون بده. یک الگو که قراره خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنیم دوباره اتفاق بیفته. سال 2002 فیلم رینگ روی پرده سینماست. ریچل روزنامه‌نگاری که دنبال منشأ یک نوار ویدئویی نفرین شده میگرده. سوار یک کشتی کوچیک میشه که اون رو به جزیره‌ای میبره. روی عرشه در یکی از واگن‌های حمل و نقل یه اسب بیقراره. ریچل دستش رو دراز میکنه تا آرومش کنه. همون لحظه حیوان از ترس منفجر میشه. در واگن رو میشکنه، خودش رو به عرشه میرسونه و پیش از اون که کسی بتونه کاری کنه از لبه کشتی خودش رو به دریا پرت میکنه. مسافرها به آب خیره میمونن. زیر بدنه کشتی خون به سطح آب میرسه. نکته عجیب اینجاست. این صحنه هیچ ربطی به پیشرفت پرونده نداره. ریچل هیچ وقت نمیفهمه چرا اون اسب اونطور شد. هیچ شخصیت دیگری هم دربارش حرف نمیزنه. تنها کاری که این چند ثانیه میکنه اینه که زودتر از وقتش یک پیام به ما میده. هر چیزی که به این نفرین نزدیک بشه دیر یا زود خودش رو از بالا به پایین پرت میکنه. رینگ در ظاهر قصه یه نوار ویدئویی نفرین شده است، اما اگه دقیق‌تر نگاه کنیم قصه یک چیز دیگه هم هست. یک پیام مخرب که از ذهنی به ذهن دیگه، از یک رسانه به رسانه بعدی دست به دست میشه. نوار، تلویزیون، تلفن، هر وسیله‌ای که میان دو نفر ارتباط برقرار میکنه. و همینجا یه سوال کوچیک پیدا میشه. این تصویر، حیوانی که از وحشت خودش رو از ارتفاع پرت میکنه، قبل از اینکه وارد یه فیلم ترسناک بشه در یک پرونده پزشکی واقعی هم ثبت شده بود. پرونده‌ای که به یک قرن پیش برمیگرده. اوایل قرن 20 روانشناس سوئیسی به نام کارل گوستاو یونگ برای معاینه یک بیمار جوان فراخوانده میشه. دختری که هیچ پزشکی نتونست بیماریش رو توضیح بده. یکی فکر میکرد فلج عضلانی پیشرونده‌ای در کاره، یکی دیگه فکر میکرد فقط واکنشی روانیه. یونگ از اون میخواد خوابهاش رو تعریف کنه. دختر بدون مکث شروع میکنه. در یک خواب خونه‌ای ساکت میبینه که مادرش از سقف اتاق نشیمن آویزونه و باد سرد از پنجره‌های باز بدنش رو تکون میده. تو خواب دیگه‌ای نیمه شب صدای وحشتناکی در خونه بلند میشه. وقتی میره ببینه چه خبره، اسبی سیاه و رمیده رو میبینه که از اتاقی به اتاق دیگه میدوه. در به دنبال راه فرار تا بالاخره پنجره راهرو در طبقه 4 رو پیدا میکنه و خودش رو از همونجا به خیابون پرت میکنه. یونگ این خواب رو اینطور میخونه: مادر و اسب در ذهن این دختر یک معنا دارن. هر دو نمادی از یک غریزه قدرتمند زندگی و نیروی مخرب درونی هستن. نیرویی که داره خودش رو نابود میکنه. اون این تفسیر رو نه فقط یک نماد روانی بلکه یک پیشاگاهی پزشکی دید. یونگ بعدها نوشت که این برداشت تاریک مدت کوتاهی بعد تایید شد. بیماری مرگباری که هیچ کس نتونسته بود به درستی تشخیصش بده سرانجام آشکار شد. یک قرن بعد بدون اینکه هیچ کس به این پرونده پزشکی ارجاع بده، همون تصویر، اسب سیاه، ارتفاع، سقوط، دوباره روی پرده سینما ظاهر میشه. گویی این نماد حافظه خودش رو داره. هر بار که یک نیروی مخرب میخواد خودش رو نشون بده از همون زبان استفاده میکنه. اما سوال اصلی اینجاست: اگه خواب دختر حامل هشداری بسیار خطرناک واسه اون بود، تصاویر فیلم رینگ به چه کسی هشدار میدادن؟ سال 2025 یه مینی سریال انگلیسی به نام نوجوانی منتشر میشه. داستان از یک صبح معمولی شروع میشه. پلیس به خونه یه خانواده کارگری معمولی حمله میکنه و پسری 13 ساله به نام جیمی میلر رو جلوی چشم خودش و خانواده‌اش بازداشت میکنن. متهم به قتل یک همکلاسی. دختری به نام کیتی
سریال یه تصمیم عجیب میگیره، کل ماجرا رو در یک نمای پیوسته و بدون هیچ کاتی فیلم برداری میکنه. انگار میخواد بگه اینجا هیچ جایی برای فرار نیست. اما سوال واقعی این نیست که جیمی این کارو کرده یا نه. خود سریال خیلی زود با یک فیلم دوربین مداربسته این رو روشن میکنه. سوال واقعی اینه: پسر 13 ساله از خانواده‌ای به ظاهر سالم و بدون هیچ نشانه خشونت چه چیزی در سرش بوده که به اینجا رسیده؟ جواب نه در خونه جیمی که در گوشی اونه. کارآگاه پرونده روزها دنبال یه سرنخ میگرده تا پسر خودش، یک نوجوان دیگه، کنارش میشینه و چیزی رو نشونش میده که هیچ بزرگسالی در این پرونده متوجهش نشده بود. زیر عکس‌های جیمی در اینستاگرام کیتی چند شکلک گذاشته بود: یک قرص، یک انفجار، عدد 100، یک دونه لوبیا. واسه بزرگسال اینها فقط چند ایموجی بی‌ضرر هستن، اما در زبان مخفی نوجوانا اینها یک پیام دقیق دارن. کیتی جیمی رو اینسل خطاب کرده بود، مخفف عبارتی انگلیسی به نام کسی که برخلاف خواستش از رابطه عاشقانه و جنسی محروم مونده. 80% of women are attracted to 20% of men. You'll never get them in a normal way. 80% of women are cut off for, oh, she's saying he's an incel. She's saying anyways, Obi. That's what they say, you're an incel. You're gonna be, I don't know, a virgin. واژه‌ای که از دل یک زیر فرهنگ آنلاین بیرون اومده، جایی که پسرهای نوجوان یکی بعد از دیگری یاد میگیرن طرد شدن رو نه یک تجربه معمولی زندگی، بلکه توهینی کشنده به مردانگیشون ببینن. جیمی طبق چیزی که خودش بعدتر تعریف میکنه فقط به خاطر همین چند شکلک از کنترل خارج میشه. حالا بیایید این سه تصویر رو کنار هم بذاریم. یک قرن پیش یونگ دختری رو میبینه که خوابش نشانه یک نیروی مخرب درون خودشه. نیرویی که از طریق ناخودآگاه، از طریق رویا خودش رو نشون میده. 20 و چند سال پیش یک فیلم ترسناک همون تصویر رو به ما نشون میده. این بار نیروی مخرب از طریق یک نوار ویدئویی از دستی به دست دیگه منتقل میشه و امروز همون الگو از طریق چیزی منتقل میشه که هر روز ساعتهای متمادی در دست تقریبا همه نوجوانهای دنیاست. رینگ از همون ابتدا یک چیز رو به ما گفته بود: این نفرین رسانه‌اش رو عوض میکنه، اما هیچ وقت متوقف نمیشه، فقط منتظر میمونه تا وسیله بعدی رو پیدا کنه. شاید سوال واقعی این نباشه که نفرین رینگ واقعیه یا نه. شاید سوال این باشه: امروز تو جیب چند تا از بچه‌های ما یه نسخه دیگه از همون نفرین بی صدا دست به دست میشه و وقتی نوبت بعدی برسه چه کسی متوجه میشه؟ I just thought you needed to know. It was just embarrassing watching you blunder about.